خیلی جالب و جذاب که یکی از دوستان مطرح کرده. من هیستوری یکی از شما رو میدونم، هیستوری مریم جون رو میدونم، ولی دورنا جون من نمیدونم واقعا که شما چه جوابی خواهید داد. برای همین خیلی جالبه برام. بفرمایید چه سوالی هست. حتما. ببین بذار که مریم جون با دورنا شروع بکنیم. بله حتما باشه. دورنا جون سوال پرسیدن که آیا شما قبل اینکه این بیزنس رو شروع کنید بیزنسی داشتید برای خودتون، حالا یا آفلاین یا آنلاین، یعنی بیزنس وومن بودید به اصطلاح؟ سوال خوبی. چه سوال خوبی. آره من که حدودا 17 سال هست که بیزینس، یعنی کار فول تایم خودم رو دارم، ولی از سال 2014 بیزینس آنلاین خودم رو شروع کردم، یعنی پلن بی رو در نظر گرفتم. و تو دوران کرونا واقعا خیلی به دادم رسید و اون موقع بودنش رو احساس کردم. و تقریبا سال 2016 هم بود که من سرتیفیکت مارکتینگم رو از دانشگاه پنسیلوانیا گرفتم، آنلاین بود. و بازم دنبال پلن C بودم در کنار پلن A و B هم. و با این بیزینس که آشنا شدم، وقتی که وارد دوره ترینینگاش شدم دیدم که با دوره ترینینگاش من اصلا دانشایی که پلن E و پلن B هم داشتم حتی با استفاده از ترینینگای بیزینس آنلاین میتونم افزایش بدم، یعنی خودم رو در اصل ایمپروو کردم. و با این ترینینگ ها من توی کار فول تایم خودم و بیزینس پلن بی خودم حتی اونجا هم تونستم ازش استفاده کنم و سرویس های بهتری بتونم ارائه بدم. و الان طوری شده که من این بیزینس رو به عنوان پلن C انتخاب کردم. داره جای پلن A هم میگیره، در اصل داره یواش یواش به کار فول تایم هم تبدیل میشه. نایس، چقدر خوب. پس شما بیزنس داری، فعال هستی. آره بیزنس داری. پلن سی هم هست که داره تبدیل به پلن A میشه. خب این خیلی کیس جالبی بود. مریم جون شما بگین لطفا. خب از جا که میدونی من حدود مثلا 20-25 ساله که مشغول کارم. من خودم کامپیوتر خوندم، حالا همه میدونن دیگه اینو، دوستانی که از قبل بودن. من یه لحظه عینکم بچه‌ها یه لحظه میخوام ببینم بعد ببینید من من همیشه چون رشتم کامپیوتر بود و همیشه 9 to 5 به قول معروف کار 9 to 5 داشتم، ولی خب کارام اینجوری بود که از ابتدا یه سری کار فنی داشتم. اولی موبایلای تکنیکال بودم، اولی موبایلا رو تیم ما زدن، اصلا به این صورت بود. بعد دیگه بعد رشته‌مو عوض کردم، وارد بیزینس شدم، بعد PMP مو گرفتم، بعد حالا پروژکت منیجر هستم. در حال حاضرم پروژکت منیجرم، کانستراکشن پروژکت، لایتینگ دیزاینه و تو شرکت مشغول کارم، دوباره 9 to 5. ولی 7-8 سالی در کنار این 7-8 سالی دنبال یک بیزینس بودم که طوری که تایم من بتونم تو ساعتهای آزادم، حالا 90% بیزینس آنلاین، حتی به بیزینس آفلاین هم فکر کردم. تو بیزینس آفلاین اینوستمنت بالا میخواست و 24 hours، یعنی من حتی هالیدی ها هم نداشتم، میدونم که ندارن، یعنی برای چون آدمی هم که ریسرچ میکنم بر اساس تحقیق، یعنی به این نچرستم که واقعا نمیشه. دوستانو میدیدم کسایی که داشتن بیزینس های آفلاینی که واقعا اون چیزایی که من میخواستم، مثلا فرانچایز یک پیتزا در کانادا را دارم. بله. خیلی درآمد فوق العاده ای داره، اینوستمنت خیلی بالایی میخواد و 24 hours شما بیزی و در حال تنش هستید. از اون طرف همیشه دنبال بیزینس آنلاین هم بودم، چون رشتم کامپیوتر بود، دوست داشتم یه کاری در کنار کارم داشته باشم که یه ساعت 2-3 ساعت در روز برم یه سرکی بهش بکشم و برگردم، یعنی همچین کاری میکنم. بعد آمازون رو رفتم چک کردم، همه اینا رو چک کردم. روزی که من اومدم بالا، دفعه تو جلسه لایو قبلی اونم گفتم، روزی که من این بیزینس آنلاین اومدم و شروع کردم و چک لیستامو رفتم دیدم واقعا همه رو، بعد از اینکه وارد $149 شدم، $149 رو دادم و دیدم ترینینگت که داره، با اون ترینینگ، چون من بیزینس نداشتم، نمیدونستم اصلا بیزینس چیه،
با اون ترینینگ متوجه شدم که چقدر این خوبی که این بیزنس، حالا از این زاویه، حالا مثلا $49 که همه چی رو بهتون میگه قبل از اینکه شما استارت بزنید، شما کاملا مایندتون باز میشه که داریم چی کار میخواید بکنید و اون ریفاندبل هم هست. حالا اون به کنار، اون ترینینگی که بعد از اینکه من سرچ بیزینس اینوست کردم، بیزینس هم شدم، یک ترینینگی که در اختیار من قرار داده شد، از زیرو به من یاد دادن که به چه صورت من قدم به قدم برم جلو. یعنی از بیس، پایه اولیه. یعنی من اینستاگرام نداشتم، خیلی راحت بگم من اینستاگرام نداشتم، من لینکدینی ام و فیسبوک هم داشتم، اینستاگرام اصلا نداشتم. اینستاگرام من اول اینستاگرام و بیزینسی هستش. یعنی من از سوشال میدیای آنچنانی هم بگم، چرا تو لینکدین و اینا وقتمو تلف میکردم، توی فیسبوک وقتمو تلف میکردم، ولی اینستاگرامی نبودم که اسکرول آپ و دان کنم و مثلا، یعنی میخوام بگم که به این صورت، یعنی از پایه اولیه من اینو ساختم بیزینسم. و قشنگترین چیزی که برای من تو این بیزینس داشت این بودش که از منی که بیزینس رو نمیشناختم همه چی رو به من ارائه داد، به من گفت و هنوزم کوچ و منتور کنار منه. حتی شما خودتونم کوچ بشید بازم هست کسی که ازش بپرسید. به یک گروه 200 خورده هزار نفره که همشون نالج دارن، فرندلی ان، همه کمک میکنن، رقابت نیست. پیتزا فروشی ها که من میخواستم آفلاینش بگم، رقابت نیست، رقابت سالم و قشنگی هست توی. الان ما ستامون بیزنس آنریم، ستامون داریم یه کار انجام بدیم، ولی واقعا اینقدر که به هم کمک میکنیم رقیب هم دیگه نیست. این قشنگی هایی بودش که من همیشه بیزینس رو من رقابت میدونستم، حتی خودم هم تو کارم خب بالاخره پیش میاد رقابت وجود داره. رقابت قشنگیه، یکی از علائم پیروزی رقابته، ولی رقابت سالم. میدونید رقابتی که به همه راهنمایی کنیم هم دیگه و در عین حال بتونیم پیش بریم. میگم این چیزی بودش که من توی این بیزینس آنلاین دیدم. خیلی و جالبیه این ترینینگ ها، یعنی این ترینینگ ها از بس که جامع هست و هر دفعه داره آپدیت میشه. یعنی واقعا من خودم کالج رفتم، 1 سال دوره تقریبا هیومن ریسورس رو که گذروندم، نزدیک 20,000 خورده بابت این دورم هزینه شد. ولی که این ترینینگ های این که هر روزم داره آپدیت میشه، $149 واقعا به نظرم یه چیز و واقعا ارزشش رو داره. بعد اینکه دورنا جون میدونی چی مهمه اینجا؟ این مهمه که خب تو کالج شما میری این یه پولی میدی، خب این دوره رو میگذرونی و میای بیرون، خب بعدش چی؟ دقیقاً. بازار کار چی؟ حالا آپدیت شدن اصلا میذارم کنار، بازار کارتو میخواد واقعا چی کار کنی؟ اینش خیلی مهمه. من خودم به شخصا سر کار بودم به خاطر که پوزیشنم بالاتر بره رفتم گرفتم، ولی الان خیلی از دوستام هستن که تو کالج با هم دیگه بودیم، همه بیکار هستن و فقط مدرک گرفتن. آره دیگه، فقط مدرک میگیری. دقیقاً خیلی از ماها همینجور که در واقع اگه شما سرچ کنین تو گوگل بهتون میگه خیلی از این کسایی که میرن دانشگاه، میرن درس میخونن، میرن کالج، واقعا 80% اینها بعداً میرن مشغول یه کار دیگه ای میشن. یعنی اصلا از اون پروفشنی که یاد گرفتن تو بازار کار ازش نمیتونن استفاده بکنن. خوبی این بیزنس اینه که با همون $149 جزئی همه کار برای شما میکنه و تازه لایف تایم براتون، همین که آپدیت میشین مدام و از همه بیزنسمنا جلوترین شما، برای اینکه همیشه شما یه سیستمی دارین که مراجعه میکنین اونجا و خدمات آپدیت شده رو اونجا گذاشتن براتون فور فری. بعد اینکه اصلا مایندستمون عوض میشه، به طور کلی مایندستت عوض میشه. مادام العمرم به این دستیابی داره. یعنی اینجوری نیستش که بگن اوکی 1 سال 2 سال از این استفاده کن، بعد که راه افتادی ما تو رو ول میکنیم به امان خدا. یک عمر اینا با تو نه تنها اون سیستم، بلکه گروه VIP که ما تو فیسبوک داریم، به هر کدوم من تا حالا واقعا خب شده که کوچ و منتورم اویلیبل نبودن دیگه. خب طبق قانون این بیزنس، طبق قانون شرکت مادر، کوچ و منتور باید طی 48 ساعت به شما جواب بدن. این پالیسی شرکتمونه. ولی خب خیلی موقع من واقعا نیاز داشتم که همون آن یه نفر بهم آیدیا بده، کمکم کنه. و خب کوچ و منتورم هم واقعا سرشون شلوغه.
خیلی ها رو دارن واقعا کمک میکنن بهشون، نمیتونستن اون لحظه بهم کمک کنن و واقعا من هر دفعه رفتم سوال پرسیدم، شاید بهتون بگم در آن واحد 5 نفر 4 نفر سریع اومدن جواب سوال منو دادن. بزرگترین حالا شعار که نیست، در واقع داریم به این عمل میکنیم. بزرگترین حرف این گروه، موتوی این گروه اینه که let's grow together، بیاین که با هم دیگه رشد پیدا کنیم. هیچ کسی رو واقعا نذاشتم به امید اینکه بره خودش فایند اوت کنه. همیشه برای شما یه کسی به عنوان بکاپ وجود داره که بهش مراجعه کنین و ازش کمک بگیرین تا وقتی که خب خودتون را بیفتین و طی 1-2 سال بتونین که واقعا دیگه همه اون اطلاعاتی رو که لازمه اونا رو بگیرین و تازه توی اون مرحله هم یه چیز قشنگ داره که دوباره به عنوان کوچ میتونین برین و راهنمایی کنین و افراد دیگر رو بیارین که توی در واقع یه گروهی تشکیل بدین که بهشون آیدیا بدین که باید چه کار کنن که موفق تر بشن. دقیقاً. و جالبه توی این ترینینگ‌ها میتونیم سرتیفیکت هم بگیریم. خیلی جالبیش، یعنی مزید بر علت میشه. درسته. بعد شما وقتی میرین کالج چقدر بهتون میگن که شما باید زبانتون اینجوری باشه، سطح زبانتون این باشه، اول باید برین امتحان زبان بدین. اینجا اصلا اینجور چیزا هم نداره. این میگه اوکی زبان نداری، من یه اپ دارم که ترجمه کرده، همه اینا رو بیو با زیرنویس زبان خودت مطالعه کن و مدرک تو بگیر. واقعا میگن که یه فول پکیج توی باکس، واقعا درست میگن به نظر من. دقیقاً. یعنی واقعا این ترینینگ ها و این موتیویشنی که گروه به هم دیگه میده، یعنی واقعا خب تو بیزینس آپ اند دان داره، چه آفلاین چه آنلاین. یعنی همیشه تو بیزینس آپ اند دان وجود داره. و تو این بیزینس آنلاین قشنگی که من دیدم اینه که شما وقتی دان میشید، مثلا یه جایی بالاخره به مشکل برخورین، بالاخره نمیشه بدون مشکل باشه. واقعا تیم، اصلا بچه‌ها که مثل تیم نباید بگیم هر کدوم یه بیزنس آنریم، هر کدوم بیزنس خودمون داریم، هر کدوم مغازه خودمون رو داریم، ولی مغازه‌های دیگه میان به شما کمک می‌کنن. من خیلی عامیانه میگم، خیلی دارم عامیانه میگم که دوستان بدونن، چون هنوز آنلاین برای دوستان کسایی که بعداً حتی واچ میکنن جا نیفتاده آنلاین، یعنی ملموس نیست، ولی متأسفانه به صورت برق و باد داره همه چی آنلاین میشه. یعنی اگه دیر به جون، من خودم الان خیلی خوشحالم، میدونم تا 3-4 سال دیگه خیلی چیزا آنلاینه، یعنی خیلی کارا سوئیچ میشه. دارم همش آنلاین گرفتم. دقیقاً. خواستم دقیقاً همینو بگم. و تا قبل از کرونا اصلا یعنی زیاد اعتقاد به خرید آنلاین نداشتم. الان از بعد از کووید حتی سفارش لباس هر چی میخوام آنلاین ترجیحم بیشتره تا بخوام حضوری برم داخل مغازه. درسته. من احساس میکنم که خب بعد پندمی خیلی چیزا هم تغییر پیدا کرد، خیلی چیزا رو بهمون ثابت کرد. ببینین ما آدما یه جوری هستیم که تا مجبور نشیم خیلیامون از خیلی از امکانات استفاده نمیکنیم. خب اینا همیشه بوده دیگه، آنلاین اوردر همیشه بوده، ولی تو کرونا که همه جا بسته شد، مغازه ها بسته شدن، به عنوان مثال رستوران ها بسته شدن، ما یاد گرفتیم که چجوری آنلاین غذا اوردر بدیم. شاپ ها بسته شدن، مالا بسته شدن، ما یاد گرفتیم که چجوری لباسایی که واقعا ضروری بود برامون اونها رو چجوری آنلاین اوردر بدیم. من بیزینس پلن بیام تو دوران کرونا نجاتمون داد در اصل. یعنی با اون ما زندگیمون واقعا جلو رفت، انگار نه انگار که مثلا جای لاک داون بود، یعنی خیلی عادی زندگی میکردیم، انگار روز عادی. خب منم توی دوران کرونا توی شرکتی کار میکردم که یه شرکت خیلی بزرگی بود که اکثر رستورانای بزرگ کانادا در واقع اون شرکت صاحب اونه. اون این عضو میخوام یه مشکلی پیش اومد، یه لحظه اینترنت رفت. توی اون دوران بعد که کرونا اومد، خب همه رستورانا بسته شدن و به تبع که ما از کار بیکار شدیم و دفتر دستکمون رو دادن دستمونو که گفتن که خداحافظ شما دیگه. ما اومدیم خونه، یه مدت البته از خونه کار کردیم، ولی خب بعد اینکه واقعا رستورانا همه بسته شدن، در واقع کاری نبود که ما بخوایم انجام بدیم. و توی اون دوران من واقعا متوجه
متوجه شدم، به خودم اومدم متوجه شدم که من باید به دنبال یه کار آنلاین باشم، مثل شما دورنا جون، که اگه آفلاین نباشه حداقل اون آنلاین بتونه منو نجاتم بده توی دوران. بالاخره شما باید پول در بیاری که بخوای زندگی کنی، این حقیقت زندگی هستش. مریم جون سوالتون برام میخوای چیزی اد کنی مریم جون؟ نه، فقط این که الان شما گفتی در مورد اینکه لباس آنلاین بیزنس ها، یه چیزی به ذهنم رسید که بعضی از دوستان مثلا در مورد هم با $149 ببندم دوباره داستان رو، که